بگو می گیلاکه چیکار کنه. ای از کی که رفته؟ برای چای ری کردم، برای نون ری کردم. کاش که تو ری میکردم. الو، این گیلاک چرا نمیایه؟ اودم حرکت کردم آت پس چطور نماده؟ خوبه باشه. وقت مادرتو میگه ری کردم، نونم ری کردم، چایم برای شما. پی با کجایه؟ وای گوش کن که سیمی می نره بلای نوا. پاک کن شیشه چیزی نباشه. خب آخه لیلا مجنون کردی تو ما را، آوارم جانا، بیچارم جانا، بیچارم جانا. یا فقط رخشویی داشتم. بابا نه ای حالی بری کی میایی؟ آله ای از کی گرفتی؟ مدار ما هم رخشویی داشتم و نفخته. خب انا هیچی هم نکردم، کمی تخم شد آوردم خود نون گرم. تخم شد و نون گرم. از مطل خواه شدم آخه. این هم مقطع بنختی. از کی گرفتی برای نون؟ خب نون پخته داشتم رخشویی. اما اصلا کار داشت؟ هیچی هم نکرده بیدم. مرتکه با قندار میرفت زودتر میامد. آخه تو از کی گرفتی؟ خب با قندار پیاره من مرتکه با پالق نمیره، با موترا میره یا به تسکیا. خب ما به تابسارا و پیاده نرفتم. برس چای برس. چی برسم؟ چای برس که بخورین دیگه، لقمه نونه خاک زهر ماره. با خدا 3-4 دفعه به تر توش نشدم بخوردم. چیزی فکر نکنم با وساطه باشه. خب پس قندونی هم پیش ما گم شد. نه گم نشد، بشکست. پس خبری نوردی؟ خبر قول اکه وردی به من؟ خب قول اکه که اینجا گاهه. ای برای چیزایی کردن که سالم بیاره. شیرینی بیاوردم خب قندونی بشکست. شیرینی بی چای. اینا چیکار کنم؟ بی چای بخورم. او تا نه انداله به دست این آمده. بگی کب نزه تو از ما کلونتر دی. بگی هر کیسه کو بگی. حرکت کو بریم اونجا بریم. ما بچه کمیم به خدا عمر میخورم. بخور عمر بخور بخی که بریم بریم اونجا بریم تخمه شده بدیون نمک فلفل درگرم عمر مادر مقتی کلت کرد. بریم بابا. چی بیاوردی حالی؟ نون خشک میگم. ایت نونار ایت به زبون خونه میزنم، من میزنم روی بدیونا.
نعنا بخورم نون نعنا. نه همین آه. گدوه خورش نیه. بخیر هرچی بیاد وقتی بیاد دیگه. بخیر. بیلا بابا گردن ما بند باشه همه پال جمع کردیم شما قلقلک کردیم اینو مثل تو نو. لوکه کردیم ای مثل تو نو. که برون راست خورکم کنم. شیر مادرمه بابا شیر مادرمه خودی پیرمه واقعا پیرمنه رفیق با مادر منه صدر جان خیریت باشه. تیار خوشحال هستیم. شفا باشه دست بچه چیکار شده؟ از خیریت مریت تیرک یعنی شما خبر ندارین؟ از چی؟ حالا نمیفهمم از چی. آخه شاهزاده شما خب گلزاده شما یعنی شما خبر ندارین؟ باور کن از این چی من خبر ندارم. شاهزاده شما قرار کرده سکیله کرده بداده به دست بچه می خب گفته برو بخواب پرش بدی. آخه دست از این دیرو بشکستنده بود من ببردم به شکسته من دست بسته کردم حالی بیامدم. آخه کاکا جان هم شما که دیگون کاریم خب. زراعت کاریم همین بچه شما به ایت کارا چی کار داره که سکلر بده به دست بچه می که بگیره خور پرش بده و به زمین و آسون بزنه. اما سکل مر بودی امروز من نبودم رفتیدم جایی باز ایشته من زمین زدی. نمیفهمم که از کجا آورده سکل همین بچه من دستی رو سکو عیبی کرده. آخه ای تا 1 ماه 2 ماه از مکتب و درس و تعلیم خوب بود. یعنی به سر کردی؟ نه بابا بگو چی رقم شده بگو. بچه همه من گفته گیله گفتم گفته بیا بریم اینو به تسخط به چیز به همون تخت سفر خب اونجا سکیلا را کو بالا میکنم ای گفته بده به دست ما بده یعنی من بالا کردم ای بالا که سکل یک بار دیدم از این قلولو شد. خب بام دست بچه نادون آدم سکل میده. ای اصلا همین توانه یک سکلر داره که به دست خوب بگیره. نکنیم به لیاز خدا شما مردم دیگونکار زراعتکار به دنبال کار کسب خوب باشیم به دنبال ایت کارا نباشیم. تو کی آدم میشی؟ دست نگادم کی آدم میشی؟ زن این بچه مسلمان کار مدار میشون یه رو کم دل خود بگذاری که دل خود یخ کنم میگم خدا تو گفتی سبب کو مثل بچه ها خیلی گریه میکنی میگم یک دقیقه دست نگاه داریم. این پینجری پس من استون میگفته یک چرخ از اینجا تا اونجا گمیدم با دست یک پینجری بده. یعنی از تو پول میگرفته؟ اوه امروز روز که تا 500 از مستون. چرا دروغ میگی؟ میگم جا خور بشناسک بچه من نغزر اولو ترس نده هم دست شکستوندی هم خجالت نمیکشی بچه من پولم بگرفتی. تو فندیات نداری به دلت عرض کنه میگم یلا بدم آخه من دستی چی کار کنم؟ میگم همین هسته که مسئله همسایه‌داری و قومداری و همین چردوبر هرچی نکنیم از خودیم. با خدا بگرم بگیر من نه عرفیه برو گفتم عرفیه بگیر من نه یک دست دیگه تو هم خود لنگ تو نشکستم هرچی مکتی بگو. تو نگاه کن که چی میگه. فهمیدی؟ با خدا به لیاز احترام شما نمیبود و خانواده شما نمیبود. همین هسته که بچه هم میمنی گردنم همه لنگ دیگه تو هم مشکنم من. برو دیگه به تا بگم. مرد بریازی پولیستونم 500 داده 10 تا چرخ دادم بریو. پولیسوندی ها من خودتو کار دارم. برو به تو میگم که به قرآن که تو کلیتو میکنم من تو احترام دادم 10 تا 50 500 گفتم مرد اگه مسئله قوم خشتری نمیبود به خدا این به محبس مینداختم. بچه نادونه بگید سکله به دست داده دستی رو بشکستونده الان چیکار کنم من؟ خودی یک بچه بی میگم چوب کن دیگه چوب کن گفتم حالی او بگه خور بچه ها بند تم مگر بندازی. خودی میگو خوشتگاکی موالی اگه زن میدیش 10 تا بچه میدیش. برو به تو میگم
میگو امالکم به شما بگم به خاطر قوم خیر خشتری بینیم، از خیر این بینیم. مسئله ما تیرو دیگه به چه خود گیلک نصیحت کنیم ایر بفهمونیم این کارا سادگی و دیونه بزی خور نکنه بیا که بریم بابا بیا که بریم راست میگن کاکا جان همین خود گیلک خره یا چپه سوار میشه با این موتور از کجا میکنه که سوار میشه من ایرون میمونم به چه شما خر نیم رکابه سوار میشه به من میگی سکیل به دستی اومدیم وقتی که بریم تو نباشد چوب تره نه چه کار میکنی بکش صبر کن به تو میگم صبر کن من خود ما رو سواسی میرسونم صبر کن برو دیگه آفرین بزن نوش جان تو بزن همین تو لط بخور تو همین تو لط که بخوری آدم میشی بیا که بابا بریم دفعه دیگه نبینم تو خودی گیلک به جایی بری یا به تخت صاحبم تا گوش نمیزنم جلشو که بریم جلشو با کجا رفت؟ ها؟ چه گریه میکنی؟ او بر رفت والا اگه تو ریته ایرادم صبر بکن تو آخه تو کی آدم میشی؟ کی آدم میشی آخه؟ کی آدم میشی؟ چیکار کنم؟ کی آدم میشی؟ کی آدم میشی؟ دست چیکار کنم؟ چیکار کنم دست؟ دست چیکار کنم؟ دست چیکار کنم؟ چیکار کنم دست تو؟ با خدا اگه بریت پیش مثل صبر کن تو روم سرا من خستم روم سرا من خستم بچینم گل دست آیم به خانه تو نازنین لبم پر از خنده و دلم شکسته دلم پر از خنده بابیه میدی چه ریپیه با دلار بالا را نه خود دیگه هوا گرم شده چه ریپیه 4 تومه چه ریپیه چند تومه؟ همی 20 روپیه بیار 4 تا دو تا آره تو این دفعه 4 تا بیارم دونی 10 پی قرارداد کردی و هم پیار من خبر نشه خب پیار تو اگه خبر شد نمیگم بیشتر بیده بخیر دونی 10 پی قرارداد کردی به پیار من داگی که دونی 10 لک بخری نگی که به اصلا پیار میگم اینا را دیگه جا خریدم بخیر برو بیا که گوسفندکا گشنه بده زید خیر بینی بخیر منجا باشه بدا خوبه بگذاری گوسفندکا ما گشنگی بمو یا وردی چند تا وردی ها چند تا شرفه دو تا چرا 2 تا و 2 تا بیشتر جام نمیشه 2 تا میشه دونی 10 پی قرارداد داری هر روز تایپ 2-4 تا جا میشد امرو با 2 تا جا شو دیگه لغت نکردم هم والله یاد گرفتی برات بونه میگه وقتی بریکو یک دیونه دیگه پیدا کنم از این بعد از او بستونم بده اما سنگ هم بندختی تا اینا نه گردن من لنگم سنگ نندخ های تو هر کاری میآید بگی والا کو کفته وخی من مینا گردن من زنی زدم آن بده تو بده میگه جون نیه عقل بسیاره پس انال برام بخی میته انال اگه بر نخستم چند میدی یک دایی دیگه اگه بخیستی به تو میدم انال ها بجه کامل میده کردی برو نه شو دیدم بوش بگی والا کو کفته بگی برو بگی سوال پیار تو میآید برو بده خیر بینی خدا حافظ خوش آمدی برو چی شما ریشان؟ سلام ماما خوبیم بخیره و علیکم سلام یا خوشحاله کی هستی؟ خوب هسته
شکر. سلامت کجا باشه. بخیر؟ میرم رو بام خونه. خوب کاری میکنی. آه چی خبرای؟ از چی خبرایه؟ ما باید ازشان پرسان کنم که چی خبرایه؟ سلامتی شما خوبه؟ گردن من پیارم بگیده من چی بگید؟ کاکا جان جان تو که علف مسی میمید از من اجازه میگرفتی و من میگفتی که من علف مام. البته من بجندم اینا که اجازه میگرفتم. پس نه بگو بخریدم. بخریدم پول دادم دیگه. از کی خریدی؟ اما چه شما گیلا؟ از گیله خریدی؟ بله ها. یعنی چی؟ یعنی همی که میشنوی. من زنده من به سر جا خودت میره گیله علف من میخری. نمیفهم کاکا بام سر زمینم اونجا هر روز من میام پول کاخو میدم بدم. تو برو مونده نشی که بگو به زمین. من میرم کاکا عجله دارم گوسفندام گوشنه آخه. از 100 نفر برو ما که ما علف بخریم. باز من نمیفهم کاکا پول خوب دادم بده خریدم میبرم. دونه 10 روپیه. دونه 10 روپیه. بله خب برو پس سر جای خیلی خوب. من اینا از کجا ما به کیف دخو کردم بیاوردم من نوکرم که پس ببرم کاکا. کاکا جان برو سر جای اینا بخور. میبرم از صبح میرم دیگه جا بخو میخرم. خیلی زبون درزی نکن. نه زبون درزی نداره کاکا جو پول خود دادم بخریدم نه جوندم کو. سگو تو شما هم بچه به مو جوونی حق اجازه نداره ما تو بچه به دولت معرفی کن تو خودت مگه دوزی نکردم کاکا من پدر دوزی کردی. نه بالا کاکا ولا کاکا من بخرید صبر کن بخریدم کاکا بزنی یلا کو بغداد گفتم بغداد یلا کو والله اگه بگذارم پول خود دادم کاکا برو بچه پول خود دادی بیا که بریم که اشتت پول خود دادی بیا که میبرم مال پیش گیلاگ میبرم که تو اشتت پول دادی بیا بریم. بیا